عجیبه که مردم میدونن بیفایده است ولی باز قصه میخوره. قصه چیکار میکنه جز اینکه انرژی ما رو تحلیل میبره و همینطور قصه مشکل رو گنده ترش میکنه. درست مثل گله برفی میمونه که وقتی که از روی تپه همینجور قلط میخوره میاد پایین، هرچی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. چقدر اتفاق افتاده که ما یه فکری ذهنمون اومده که مثلا فلان کسک راجع به من بد گفتم، بعد که زیاد فکر میکنید دیگه اون گنده تر و گنده تر میشه، اصلا شب نمیتونید بخوابید. داره که واقعیت اینه که اصلا طرف ممکنه اصلا به یادت رفت نیست. همینجور قصه در واقع وقت ما رو تلف میکنه